جاتون خالی. الان ما تو بندر و ساحل تبنیم و اینی که اینجا میبینید معروف به پنجره خلیج فارس. واقعا هم پنجره خلیج فارسه. جاتون خیلی خالیه. صدای امواج واقعا زیباست. امروز قراره در خصوص انواع قهوه با هم صحبت کنیم. قهوه چیه؟ انواع و اقسامش چیه؟ چجوری کاشته میشه؟ چجوری برداشت میشه؟ چجوری آماده سازی میشه؟ و چطور به دست ما میرسه؟ دونهای قهوه خیلی خوب در گلخونه ها کاشت میشن. وقتی تبدیل به نهال شدن انتقال پیدا میکنن به باغ ها و در اونجا کاشته میشن. اگر اشتباه نکنم بعد از هول و هوش 5 سال به باردهی و ثمر میشینن. 30% قهوه دنیا روبوستاست. قهوه نسبتا ارزون، البته ارزون در واقع نسبتا نداره، ارزون قیمت. اسپشیال براش تعریف نشده است، ولی خب خودشون میگن، اونایی که قهوه روبوستا دوست دارن میگن ما قهوه اسپشیال هم داریم. قهوه‌ای که در ارتفاع سطح دریا تا 800 900 متری ماکسیموم رشد میکنه درخشه هاش. قهوه‌ای که تعداد کروموزوم کمتری نسبت به انواع قهوه داره، چون آفت‌های بیشتری داره. قهوه بعدی قهوه عربیکاست، در ارتفاع 700 800 متری به بالا تا حوالی 2300 400 متر رشد میکنه. قهوه حساستریه، تعداد کروموزوم های بیشتری داره، آفت کمتری داره و طرفدارای خیلی زیادی داره. اسپشیالتی کافی برای این نمونه قهوه تعریف شده. درصد خیلی کمی هم قهوه های لیبریکا که محصول کمی دارن، در موردشون هم بحث هست تا حدودی. بعضی جاها قیمت پایینی دارن، بعضی جاها خب مافیای قهوه قیمت اون قهوه رو چون خاص هست بالا برده. ولی خب اکثر مردم دنیا قهوه روبوستا و عربیکا رو میشناسن. خب میام اینو بحث میکنم در موردش که اصلا چجوری برداشت میشه، چجوری آماده سازی میشه و چجوری دست ما میرسه. ذات قهوه کافئین داره. کافئین اون چیزیه که باعث سرخوشی همه میشه. قهوه روبوستا کافئین بالاتری داره، قهوه عربیکا کافئین پایینتری داره. میام این شکلی مقایسه میکنیم با هم دیگه. قهوه روبوستا کروموزوم کمتری داره، قهوه عربیکا کروموزوم بیشتری داره. قهوه روبوستا در ارتفاع پایینتری رشد میکنه، کافئین بالاتر داره و عطر و مزه خاکی داره، تقریبا میشه گفت، و تا حدودی شکلات تلخ بعد از آماده سازی. قهوه عربیکا در ارتفاع بالاتر، عطر و مزه های گلی، میوه‌ای، خاکی، تقریبا میشه گفت تمام عطر و مزه ها رو پوشش میده. اسیدیته بالاتر یا ترشی بیشتر، بیترنس کمتر یا تلخی کمتر نسبت به قهوه روبوستا داره. تمام مردم دنیا، یعنی قسم زیادی از مردم دنیا در واقع ترکیبی از این قهوه ها رو دوست دارن که اصطلاحاً این قهوه ها قهوه‌های بلند، میکس، هر اسم دیگه میگن. دونه قهوه از درخت برداشت میشه برای روبوستا و عربیکا. تقریبا میشه گفت این فرآیند یکسانه، یعنی دونه رسیده قهوه جدا میشه با دست یا با دستگاه. در روش اول از فرایند یا پروسس دونه های قهوه، گیلاس قهوه از دونه قهوه کنده میشه. قهوه روی سری توری روی زمین خشک میشه. وقتی که درصد رطوبت اون به 12% رسید بسته بندی میشن و برای فروش آماده میشن. اصطلاحاً گرین بین حاضر شده در فرایند نچرال یا طبیعی آماده شده. فرایند دوم یا پروسس دوم پروسس واشت هست. در پروسس واشت قهوه های معمولاً با کیفیت تر، اونم توی قهوه های عربیکا عموما، چون پروسس گران قیمتی است، جدا میشه دونه قهوه، چند بار شستشو میشه، گیلاس قهوه کنده میشه، شستشو میشه و دوباره پهن میشه جلوی آفتاب و به این پروسس واشت میگن.
این پروسس چون آب بر هست عموما فرایند گران قیمت تری است و معمولا عطر و طعم بهتری در قهوه ایجاد میکنه. منظور ما فعلا قهوه عربیکاست. یه سری پروسس جدید هم آمده که روی قهوه‌های گران قیمت الان کشاورزهای قهوه دارن انجام میدن. اصطلاحاً به اون پروسس هانی میگن. شبیه پروسس واشته، با این فرق که بعد از اینکه دونه با کیفیت قهوه جدا شد در ظرف‌هایی تخمیر میشن. این تخمیر میتونه از 12 ساعت، 24 ساعت، 36 ساعت و حتی بیشتر هم باشه که به واسطه این نوع تخمیر قیمت قهوه افزایش پیدا میکنه. بعد یه چیزی شبیه فرآیند واشت آماده میشن و دوباره خشک میشن، بسته‌بندی میشن وقتی رطوبتشون به حوالی 11-12% رسید و ارسال میشن برای فروش. قهوه‌ای که در این روش ها آماده میشه به رستری ها میرسه. رستری ها جاهایی هستن که قهوه در اونها پخته میشه، حرارت میبینه تا آماده مصرف بشه. اینو بدونید که قهوه خام برای هیچ موجود زندگی قابل هضم نیست. پس اینی که میگن قهوه سبز بخریم بخوریم لاغر بشیم فقط دلیلش اینه که هضم نمیشه. حجم معده رو پر میکنه ولی هضم نمیشه. باعث میشه شما کمتر احتیاج به غذا پیدا بکنید. حس کمتری نسبت به غذا پیدا بکنید. قهوه بعد از پروسس شدن میاد وارد رستری ها میشه. در 3 درجه شاخص رست آماده تحویل به مشتری میشه. قهوه خام بعد از یک دما و زمانی میرسه به لایت رست که اصطلاحاً بعد از کرک اول اتفاق میفته. بعد از اون طلق اول، دقیقا مثل پاپ کورن، بعد از طلق اول 30 ثانیه تا 1 دقیقه بعد، بسته به نوع رستری داره، بسته به فرایندی که داره اون انجام میده، فرایند لایت روست تمام شده و شما باید قهوه رو سریع سرد کنید، بسته بندی کنید. زمان بیشتری بگذره قهوه تیره تر میشه و به سمت مدیوم روست میره. لایت روست، مدیوم روست. در حالت مدیوم روست شما اسیدیته متعادل تری دارید نسبت به لایت روست، شیرینی متعادل تری دارید و عطر و مزه های خوب شفاف. در رست بعدی قهوه به سمت دارک رست میره که این اتفاق بعد از طلق دوم اتفاق میفته. در واقع اون آبی که داخل هسته قهوه هست خارج میشه و باعث میشه قهوه بزرگ بشه. بعد از اون ما دارک رست رو داریم. در دارک رست شیرینی کم میشه، عطر و طعم مزه های کاراملی شکلاتی زیاد میشه و بیترنس یا تلخی قهوه هم بیشتر میشه. خب طبیعیه وقتی قهوه رو بیشتر رست کنیم تلختر هم میشه. این فرایند در قهوه روبوستا هم به همین شکل است. یه قهوه خیلی گران قیمت داریم به اسم کوپیلواک. گرانترینه فکر میکنم در دنیا که این قهوه رو یه موجودی از خانواده راسوهاست میخوره، یعنی روی درخت‌ها به صورت طبیعی زندگی میکنه، این قهوه رو انتخاب میکنه میخوره و دفعش میکنه. اون قهوه‌ای که دفع شده، یعنی در واقع دون قهوه‌ای که دفع شده با فضولات این حیوان توسط یه سری آدم میره پیدا میشه، شسته میشه، فرستاده میشه برای رستری ها. فرایندی که توی هاضمه اون حیوان رخ میده یک فرایندی شبیه به فرایند هانی پروسس هست. یک فرایند نان ایروبیک بدون هوازی، بی هوازی اصطلاحاً، و ترکیب شده با اسید معده اون موجود که عطر و طعم خاصی به اون قهوه میده. اگر اشتباه نکنم این قهوه هولوحش $8000 قیمت داره. خب میرسیم به این که قهوه کجا رشد میکنه. ما قهوه رو در کمربند قهوه داریم یا کافی بلت در دنیا. چیز دیگه ای که میمونه اینه که کدوم کشورها بزرگترین صادرکننده قهوه‌اند. برزیل بزرگترین صادرکننده قهوه از انواع روبوستا و عربیکاست در دنیا. ویتنام یکی از بزرگترین صادرکننده‌های قهوه روبوستاست در دنیا و کشورهای دیگه هم ترکیبی از اینها یا یکی از اینها رو دارن، مثل اتیوپی، کلمبیا، گواتمالا، دیگه نمیدونم، پرو و کشورهای دیگه، پاناما.
ولی اولین بار میدتون گفتم این قهوه توسط یک چوپان کشف شد و خیلی ها معتقدن که اون اتیوپی بوده. از جاهای خیلی معروف اتیوپی، ارتفاعات معروف اتیوپی که قهوه خیلی خوبی در دنیا تولید میکنه، میشه به منطقه گشا اشاره کرد، منطقه یرگاشف، منطقه گوجی، منطقه لیمو. این مناطق اکثریت قهوه با کیفیت و اسم و رسمدار دنیا رو تولید میکنن. البته مناطق دیگه‌ای در دنیا هم هستن که قهوه‌های خیلی خوب تولید میکنن، یا یه سری از جاهای دیگه دنیا نهال‌هایی از اینجا بردن و کاشت کردن. مثلا اگر شما قهوه‌ای دیدید که مثلا مال یک کشور دیگه بود، کنگو بود، ولی یرگاشف زده بود زیر گونه‌شو، تعجب نکنید. این قهوه از یرگاشف بذرش، دونه‌اش، درختش انتقال پیدا کرده اونجا و کاشت شده. خوشحالم که ساعت 25 رو داری نگاه میکنی. با من همراه باش و از مناظر زیبا لذت ببر. میبینمتون.